امروز آقا قدیر پدر ما زنگ زد. قدیر پدر بزرگ شماست، من دایی شما. آره، یعنی قدیر پدر مادر شماست. آره، بعد من و مادر تو خواهر برادریم. پدر بکن نقش با بدش. آره، شوخی کردم. امروز قدیر زنگ زد گفت آیسان جان، بودم چی نه؟ گفت یه چیزی میخوام بگم داد فریاد نکنی اینا. گفتم قدیر بگو، نگاه چیه الان میخوای بگی دلار شد 70,000 تومان ماهیانه رو ببر بالاتر؟ گفتم نه پسر جان، اینقدر هم که به ما دادی واسه سر منم زیاد و خدا تو رو حفظ بکنم و دودولتو بخورم. و هم شوخی میکنیم، من بس بهش میگم دودولتو بخورم، بعد اون میگه من بخورم، بعد اون میگه خواهرت گاییدم، من میگم اون میگه درگیر میشیم، هم کسچه هستیم دیگه. آره، هر دو خارکوس بودیم دیگه. آره، بعد قبلا قد میکردیم فوش خواهر مادر کشی قد، بعد که باتری گذاشت دیگه خودشم بلده دیگه خوشو چیز کنه. آره.